گفتم میخواست که همین پسرکش بیاد در مکتب عالی همراه درباری های تو درس بخونه در رأس عالی ما. شاه چنان غضبش کرد، گفت این چی کار است که شما میکنید؟ امروز ما دهقانا و موزه فروش بچه ها را بیاریم در مکتب عالی تعلیم دهیم، بعد بچه های وزیرا و بچه های دبیرا کجا روند؟ وقتی یا صاحب وظیفه و منصب شوند، صاحب منصب و بیچاره بچه هاشون چیکار کنن؟ وزیری بیچاره فرزند کلان میکنه، جاش یک بیگانه بگیره وزیر بچه کجا میشود؟ ببینید عقل فراست تا کدام درجه را بود. کسرای نوشیروانی که تاریخ میخونیم اینقدر عدالت پیشه بود، اینقدر دانشمند بود، اینقدر خیرخواه بود، حتی توقع آن ندارد، حتی صبر آن ندارد که یک فرزند دهقان بچه، یک موزه دوز بچه بیاید در مکتب عالی تعلیم بگیرد. با فخر میکنن با همین دینی زردشتی ساختکارانش و تعریف توصیف میکنن. قسم به خدای همون کسایی که تعریف توصیف میکنن اونا تحریف تاریخ میکنن، روشون از سیاه میکنن، تاریخ از ما و شما پوشیده میدارن. و الا این عقیده به مردم چنان زیانی داشت، مردم بی سواد گردونده است. یه روز در یه معرکه همی سخن گفتیم، یک معرخ است، یک تاریخ نویس گفت چی دلیل داره داملا شما این گپ میگی؟ یک برادر نمیدونم 5 کنتی بود اینگی بود، گفتم اینجا بیا بشی. اومد شیش. گفتم در تاریخ تبری اومده است قبول داری؟ گفت تاریخ تبری به منفعت مسلمانان نوشته شده، برای همون تاریخ مسلمانان. سبحان الله. لا اقل گفتم تو همین فردوسی را قبول داری؟ گفت فردوسی را قبول دارم. خیلی گفتم فردوسی را قبول داشته باشی گوش کن. فردوسی همین قصه را در شاهنامه شو آورده است. به همون جایی که نوشیروان به غضب میآید فردوسی همون را در کتابش بیان کرده است، براش خواندم جاهیدم. چو بازارگان بچه گردد دبیر، هنرمند با دانش یادگیر. چه فرزندی من برنشیند به تخت، دبیر بباید پیروز بخت. نوشیروان میگه که آخی این تاجر بچه اگر بیاید عالم شود، فردا وقتی که من مردم پسرم پادشاه میشود. هنر یابد از مردی موزه فروش، سپارد بدو چشم بینا و گوش. به دستی خیرتمند مردی نژاد، نماند بجز حسرت سردباد. پسری من میبینه که موزه دوز بچه که عالم شده است، او را میگیره وزیر میکنه و بیچاره بچه وزیر چی کار کنه؟ به ما بر پس از مرگ نفرین بود، که آیین این روزگار این بود. بعد مرده به ما را لعنت میگن. گفت ببینه آیین دین ما همی است، لعنت بر او دینه که آیینش معنی کردن مردم از علم آموزی باشه. همکنون دیرم بازگردان زیراه، دیرم خواه و از موزه دوزان نخواه. پولاش در کار نیست، گفت پولاش روی که برو انده ما قرض میکنیم و پول ایرانه میگیریم، فرزندش در مکتب عالی نمیگذاریم. کافی است گفتیم برادر، هرچی الحمدلله خنک شد رفت در جوان کشید. با چشم مردم خواب نپوشه برادرای عزیز. مردم گمراه نکنه. الحمدلله نجاتی ما این دین است، الحمدلله پاکی و پاکیزه روزگاری ما این دین است، سری بلندی ما این دین است. بعد که اسلام آمد، بعد که نور نبوت سرزمین منور کرد، از بین این دهقان بچه ها، از بین این تاجر بچه ها جوان مردای به صحنه آمدن که نامشو با خط طلایی در تاریخ بشر ثبت شده است. یونسکو تاریخ اونا را ثبت کرده است، ولادت مولوداشون قید میکنن. فلان سال امام اعظم ابو حنیفه، فلان سال امام بخاری. آخی ابو حنیفه کی بود؟ بخاری کی بود؟ تاجیکش میگه که فراموش میکنه که آخی قبل از همه مسلمان بود. مسلمان ای بس قسم به خدا تعریف کنی که ما حافظ داریم و بیدیل داریم، در صورت فراموش کنی که سرچشمه الهام حافظ و بیدیل قرآن است. ای به شرمندگی است که تو حافظ بدانی و قرآن ندانی. حافظ قرآن حافظ کرد، نباشه او تری شمس دینو پر بدن کوچه او در. عشق رسد به فریاد ارخد بسان حافظ، قرآن زیبر بدانی با 14 روایت. حضرت میگه اگر ترم رنگ حافظ واری قرآن با 14 روایت از یاد بدونی، ترم حافظ وار شاعر میشه رنگ ما واری شعر میگه.
ندیدم خشتر از شعری تو حافظ به قرآنی که اندر سینه داری. معنی حافظ چیه؟ حافظ قرآن. او مردک حافظ قرآن بود. به شرافت چی حافظ قرآن شد؟ به شرافت دین مبین اسلام، به شرافت محمد صلی الله علیه و سلم. پس ببینه که ما را هم از نجاست حیات آزاد میکردن، از غلامی نجات یافتیم، هم از نجاست عقیده. به هیچ که پوشیده نیست. همه میدونن در دین و آیین زردشتی پدر دختری خیچ زن میکرد، پدر دخترش زن میکرد، برادر خواهرش میگرید. امروز دیگه ای شرم حیاشو بعضی ها میگن که این تهمت است در حق زردشت و زردشتی ها. تهمت است، در صورتی که تا زمانی که عقل مردم سالم نشد این کسی پوشیده نمیداره. آخه این پوشیده نیست، مثل آفتاب عیان و آشکار است. نه فقط تاریخ نویسای اسلامی بلکه تاریخ نویسای تمام دنیا، مستشرقای خارجی همه نوشتیان که در دین زردشتی و در آیین زردشتی ترغیب تشویق مخصوص کرده میشد که مرد دختر خچه بزنی بگیره. نعوذ بالله. میگفتن ثواب میگیری اگر این کار کردی. یکی از همون شاههای عجم دارا که اینقدر معروف است در یوش داریوش و حرامزاده از پدر و باباشی داره، پدرش هم پدرش هم باباش. بهمن فرزند اسفندیار دختر خودش هما را بزنی میگیره. یکی دخترش بود نامش همای، خیرتمند با دانش و پاکرای، پدر درد پذیرفتش از نیکویی، بدان دین که خانی ورا پهلوی. یک دختری داشت میگه با نام هما و پدری ملعونش همون را زن کرد، گرفت دختری خش رو بدست. به همو دیده که او دین تو زردشتی میگوی، دینی زردشتی. همای دلافروز روشنپذیر چنان شد که آبستن آمد زیشا. ای پدر خودش حامله شد و همون داریوش حرامزاده رو تولد کرد. حقیقت باید بگیم آخی چی نوعی هست، چی شکلی هست. امروز مردم سرزمین ما را با نام بخاری در تمام دنیا میشناسن. حاجی ها میدونن، میگن از کجا هستی؟ از تاجیکستان. تاجیکستان از شنیدیه نمیدونن، تصورات ندونن. اما وقتی میگن بخاری میخیزه عرب آغوشت میکنن، دستات هم بوسا میکنن که بخاری در اسلام قدر خدمت کرده است. و همون بخاری ها و مسلم ها و خیره و هاکزا ها همه فرزندای اسلام هستن الحمدلله. پس ما مردم این سرزمین هرگز باید فراموش نکنیم خدمات بزرگی را که حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم از برای این ملت خلق ما انجام داده است. اصلا تاجیک زاده اسلام است. مانع همه سفسط ما را. یک زمان در این ملک سرزمین شاید بختری ها زندگی میکردن، سوغده ها زندگی میکردن، اما او تاجیک نبودن، اونا را تاجیک نمیگفتن. از زمانی که این خلق با نام تاجیک یاد میشود، از زمانی که این زبان با نام زبان تاجیکی یاد میشود، ما مسلمان بودیم الحمدلله. چرا ما را تاجیک گفتن؟ تازیک یا تاجیک، زیرا که مردم ارمن، مردم ترک که حال صاحب اسلام و مسلمان نبودن ما را مسلمان گفتن. مقصد اینا مسلمان هستن، تازیک هستن، عرب هستن، مسلمان هستن، حتی نام زاده اسلام است. از همین خاطر باید ایرا فراموش نکنیم. ما الحمدلله افتخاراتی ملی داریم، افتخاراتی وطنی داریم، اما ما هرگز فراموش نمیکنیم که ما الحمدلله مسلمان هستیم. ما هرگز فراموش نمیکنیم که ما امت محمد صلی الله علیه و سلم هستیم. شما ببینید برنارد شاو یک متفکر دراماتورگ بزرگ انگلیس است، میگه در همین زمان پارلمان تشکیل کردیان، آن تشکیل کردیان، یا نه اسکو تشکیل کردیان، با سرحسابی کار نمیروند. هر روز در یک گوشه جنگ است، در یک گوشه آدم کشی است، فلان دولت با فلان دولت جنگ میکنه. ای مردم، میگه شخص مثل محمد صلی الله علیه و سلم از خدا طلب کنه همه تیج میشود. قسم به خدا اگر میگه محمد در همین عصر زندگی میکرد، نه آن در کار بود، نه یونسکو در کار بود، نه دیگر خاک و بلاهاش، دنیا را اداره میکرد. و راست هم میگه. ببینید در همون حالتی که همه به هم دیگر بیگانه بودن، الحال قصه را برات آوردیم
که قبیله قریش که همه اصلشو از یک پدر یک مادر است، از یک جد میآیند، هم قبیله و هم خویش هستند، برای گذاشتن یک سنگ تا کدام درجه را دعوا و نزاع کردند، تا کدام درجه را نزاعشو برخاست. چی برسه به دیگر قبیله های عرب و مردم های غیر از قبیل عجم و دیگر که در خون همدیگر تشنه بودند، همدیگر را کشته و مالها را به یغما می‌بردند، توسط یک کلمه لا اله الا الله و محمد رسول الله اصلاح شدند. چارچوبه لا اله الا الله ده الحمدلله امروز چنان مستحکم شدیم که زنگی، یک زنگی که از افریقا است میبینه برادر تاجیک شه السلام علیکم و رحمت الله. همین مگر افتخار نیست؟ افتخار ای زیاد میشود. سال گذشته در امریکا بودیم، الحمدلله سر لباس من خیلی بداخی، از همین سر لباس مسلمان نمیشناسنش. اگر به شرط شیم کستون نپوشه و گلستوک نبنده میشناسنش که این مسلمان است. اگه ما او مردم نمیشناسیم، متاسفانه مردم محلی علاقی اکثریت زنگی ها هست. در کوچه های نیویورک میریم، کسی میگذره هر مسلمان خواه مرد باشه و خواه زن السلام علیکم و رحمت الله، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قسم به خدا دلت آب میخوره. نمازی جمعه را در مسجد جامع خواندیم، یک راهبلد افغان داشتیم، گفت فلان محله میریم، همینجا طعام حلال به دست نه که پیشکی خبرتون میکنیم. گفت اونجا اوباشاش زیاده، همون کوچه اوباشا بود است، جای بی ادبا. زنگی بچه ها هم گفت به بسپریزار میکن، به صاحب رنگ هم اوباشی میکنن، دزدی میکنن. ما گفتیم چی داریم ما که اوباش میترسیم میریم. اومدیم یک گروه نشان داد، گفت همه را میبینه پاشو در رول کلی کنکی دارن، بازی کردید زیانه. گفتم ما میایم کیسه هم میزنن قب میرون، ای قفاش سرکه بگرد با ببینن اگر بسیاری بعد اصرار میکنید در یک گوشه با مردنی بارد میبندن. کینوی بنزه دیدگی هسته، من همون بنزه در همونجا سنیمت کرده بودیم. یک فرانسوز لبریچ میکنن کم میکپن زنگی و تای ترسیک میکنن سرش میپرن. راستی اومدیم در کوچه اکه ما را تحضیر داده، کم کم در دل خوف فهمدور اومد. دوستامو در هم کسای پولدار اومد که نبیم قبض زنم. ناخوست دیدن یک 4-5 نفرش سراسیمه طرفی ما اومدن، هم کنکی ها شوقتی پیش اومدن گفتن مسلم. گفته مسلم الحمدلله. گفتن ما هم مسلمیم. اوکی میگن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیچاره افغان حیران شد، گفت من 27 سال در نیویورک زندگی کردم، نه فهمیدم یا مسلمان بدیانه یا سلام میدادیم. ای ترس یا رو به این کوچه ها نمیگذاشته. من گفتم تو شکل صورتت یهودی هیچ تفاوت نداره، یا شکل صورت اسلامی بگی الحمدلله اینا برادرای خدمت بدیم. فهمی که جای یک مسلمان های اوباشش میگوی بدبخت. بردن همه آشخانه را نشان میدادن. ببینه این چه افتخاره، همه همین به شرافت رسول الله صلی الله علیه و سلم است که یک عالمی را متحد کرد، یک عالمی را متحد کرد. در روی دنیا 1.5 میلیارد مسلمان زندگی میکنند، نژادهای گوناگون، زبانهای گوناگون، عرف عادتهای گوناگون، اما همه خدا پرست، همه یکتا پرست، همه یک کتاب دارند، همه الحمدلله و المنت امت یک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هستند و انشاءالله نجات بنی بشر در اسلام است. پرگویی هم شود در یک شهر دلس کلیسا بردن، در کلیسا در اومدیم، بعد همون پاپی کلیسا در برای مردمش گپ زده، گفت ما یک پرابلم ایوازدین داریم، سال تا سال جوانها کم شدستی‌اند در کلیسا نمیآیند، همین فقط پیران سالان میآیند، کمپیرکای پوچله و موسفیدای از پا افتادگی. شما هم گفتم که این پرابلم داره؟ گفتیم نه ما نداریم الحمدلله. گفتن سببش در چیست؟ میپرسم. من گفتم که این جوانا الحمدلله تازه هستند، دلاشو صاف و به آلایش است. اینا آفتاب درخشان اسلام ماندگی، ای پشت چراغای پیلتگی دود کردگی شما نمیروند. آقا گفت آقای نظرف شاید امیر ترجمه نکنم، مایوس میشه این مرد، شاید خفه شود. و گفتم تو کاردار نشه، تو ترجمه کن، حقیقت چرا خفه شود؟ اکنه نمیدونم اون بدبخت ترجمه پرش کرد نکرد چی گفت، اما حقیقت حال همیه الحمدلله.
جوانا هیچ وقت آفتاب درخشان اسلام موندگی از کفای او چراغای دود کردگی نمیروند. حقیقتا او چراغای دود کردن. گیوته یک شاعر بسیار معروفی نمیسایی، همه در مکتب و فکر خونده اینش. اما افسوس ما نمیدونیم که گیوته یک داستان داره با نام نغمه محمد صلی الله علیه و سلم. شنیده؟ اکثریت نمیدونم. ببینید یک زمان دوره سویتی بود، دوره مبارزه بر ضد دین بود، هیچ چیزا را تعلیم نمیدونم. لیکن امروز الحمدلله ما آزادیم. حیران میشم که تا به حال در کتاب‌های درسی ما همون سفسطه‌های دوره سویتی هست. آدمای میمون پیدا شده، سر چارلز داروین خونش بسوزه که همه قانون تنویع نوعیت اختراع کرده است. دیگر تا حالی همون سفسطه‌ها را نپرتافتیم. حال یک پخته جان پخته میخونه. آخه همون گیاه را نوشته، همون نظم‌هایی که داره در وصف رسول الله صلی الله علیه و سلم، در وصف اسلام، همونا را چاپ کنه چی تو میآید. علامه اقبال لاهوری همه همی را ترجمه کرده است. کار علمیش همین شعرهای گیاه بوده است. بیچاره به زبان بهترین زبان فارسی نابقت ترجمهش کرده است. شما بگیرید در کتاب چاپش کنید، همین جوانا بخونن انشاءالله محبتشون زیاد میشود. هم محبتشون به همین زبان زیاد میشود، هم محبتشون به این سرزمین زیاد میشود، هم محبتشون به دین اسلام زیاد میشود. برای اون که سخن پوچ نگیم، به دلیل سخن نگفته باشیم، از همین گیاه یک شعرش میخونم در وصف اسلام است. بعد انشاءالله به همین به صحبتی خود حسن اختتام بخشم. گیاه میگه بینگر که آب جوی چی مستانه میرود، در خود یگانه از همه بیگانه میرود. ابتدای اسلام گفته است که در ابتدا اسلام مثل یک جوبارک بود در میان همه این بیابانهای به آب، بیابانهای رگزار و همین آب جوبارک هنی یک میگه چخیل مستانه میروه، پروای چیزی نداره، پروای کسی نداره، راه مستقیم اختیار کرده است، راست به سوی الله رفته است. در راه او بهار پریخانه آفرید، نرگس دمید، لاله دمید، سمن دمید، گل جلوه داد و گفت یکی پیش ما بایست، خندید غنچه و سری دامان او کشید. در راه میگه در لب جوبار سبزه ها دمیدن، گل ها برمدن، هر کدومش طرف خود جلب میکنه جوباره که جوبار راست نره، ایس بیا ایس مایلان که کم طرفی ما بگرد، این دنیا هم زیبایی داره، بسوی دنیا میل که ناآشنای جلوه فروشان سبز پوش، صحرا برید و سینه کوه و کمر درید. اما این جوی از راه مستقیمش منحرف نشید. پروای جلوه نه گل کرده، نه بلبل، نه پروای پادشاه کرده، نه وزیر و زیمامدارای این دین بزرگ بالای تخت روان نشیشتن، بلکه بالای منبر برآمدن، مردم تعلیم دادن، مردم آگاه ساختن، وضع نصیحت کردن. زی بحری بیکرانه چی مستانه می رود، در خود یگانه از همه بیگانه می رود. و همه جوبار میگه گیاته به بحر مبدل شید. این دیگه جوبار نیست، این بحر و این بحری دمان، بحری موجزن همون رخش ادامه داده و رفته است. به سرعت صد کوه و دشت و مرغ بیابان و باغ و راغ گفتند ای بسیط زمین با تو سازگار، ما را که راه از تنکابی نبرده ایم، از دست بردی ریگ بیابان نگاه دار. دیگر جوبارها و دیگر کانال‌هایی که آسته آسته باطلاق شده بودند یا که در زیر خاک موندن، التجا کردند که ای بحر، ای بحری صاف و مصفا، ما را در آغوشت بگی که نابود بشه، از دست بردی ریگ بیابان نگه مو بدار که این ریگ بیابان آسته آسته آب را خشک کرده است. دین‌های دیگر، دین یهودی، دین نصرانی، اهل کتاب که آیسته آیسته آدما و نفراشون از دست داده استیان، مردم اتئیست شدن، از دسته استبداد این بدبختا را رو به سوی اسلام کردن که ما را صاحب عقیده کن. کم کم هم عقیدات پیش ما هم پرتو که استفاده ببریم، هلاک بشیم. همه مردم از دست اومه رو
در بر کشیده همسفرانی زبون زار، وا کرده سینه را به هوای شرق غرب. در بر کشیده همسفرانی زبون و زار، زی بحر بیکرانه چی مستانه می رود، با 100,000 گوهر یک دانه می رود. و این اسلام میگه بخیلی نکرد. بعض ایده و عقیده های اسلام با همون دیگران سرایت کرده است. امروز این بدبختا را ببینه، برای آن که نجات بیابند، برای آن که مردم اتئیست نشوند، با کلگی تسلیس اونا را دیگه کسی باور نمیکنه. واقعی یک افسانه ای را گفتیم به نام تسلیس سویتای ترویتسا. با بعضی تشکیلات های نو کردن با استفاده از عقاید مسلمان ها، مثل سویدتلی царство و ایگاوا که او نه صلیب قبول داره نه سویتای ترویتسا را قبول داره. از عقیده های مسلمان ها عبرت گرفته و موافق همو عمل کرده استیم. پس این اسلام سزاوار تمام چیز است. الحمدلله و یقین دارم که عاقبت تمام دنیا اسلام است، مسلمان است، مسلمانی است. و اگر ما امروز چند با سنت پاک حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم بزنیم، هرچی که او حضرت برای ما آورده است به دست بگیریم، از هر کاری که ما را نهی کرده است نفس های خودمون باز بداریم، همون سیادت و قیادتی را که خدای تعالی از برای پیشگذشته های ما، از برای قرون مشهود و خیر و امثال اونا که مدت 6-7 عصر در تمام تاریخ بشر عالمتر، با تمدنتر، صاحب فراستتر، آبادتر از ممالک اسلامی یگان مملکت در روی دنیا نبود. انشاءالله همون سیادت و قیادت خدای تعالی باز برای ما ارزانی می‌دارد و انشاءالله ما امید داریم از این. زیرا که وقتی که مسجدها را می‌بینیم، زیرا محفل‌ها را می‌بینیم که اکثر جوانای تشکیل میکنن که چشماشو میدرخشه، چشما میدرخشه، همین درخشیدن چشم اشاره به زیرکی آدم میکنه، اشاره به اون میکنه که انشاءالله در همون قلبش سخن اثر کرده است. پس ما از رحمت خدای بزرگ هرگز ناامید نیستیم. ناامید شدن از رحمت پروردگار کفر است، همچنانه که نترسیدن از غضب خدا کفر است. از همین خاطر دعا میکنم که پروردگار صحبت مون معاصر بگردونه و پروردگار چنین صحبت نشست‌های را که باعث بیدار شدن شعور مسلمانان، باعث کشاده شدن چشمای مسلمانان، باعث درخشیدن چشمای جوانان میگردد در جامعه زیاد گرداند و پروردگار مساعدت فرماید که ما قهرمانای ملت شناسیم، قهرمانای این ملت دانیم. تا زمانی که ما از قهرمانای خارجی عبرت میگیریم، برای ما را کومیر مردم خارج هستند، هیچ وقت ما نجات نمییابیم. پس جای الکساندر نفسکی بگذار که جوانای ما از خالد ابن ولید آگاه شوند، جای دمیتری دونسکوی بگذار که جوانای ما قعقاع ابن عمرو شناس شوند، جای نمیدونم الکساندرها و نیکلایها این مردم بخوانند که الحمدلله ما عمرها داشتیم، ابوبکرها داشتیم، عثمانها داشتیم، علیها داشتیم. مردم دنیا با بزرگای ما افتخار میکنن. افسوس، صد افسوس که ما خودمان غافل هستیم. خدایا خداوند عاقبت کارمون به خیر انجام ده. پروردگارا این مجالس خیر مجالس با تأثیر گردان، نه از اون مجلس هایی که تأثیری ندارن بعدی خود چیزی باقی نمیگذارن. خدایا خداوند مساعدت فرما که توسط دعوت تبلیغ، توسط امر به معروف و نهی از منکر مردم چی بدن دین بزرگ اسلام درک کنن و پروردگارا توسط کوشش سعی تلاش جوان مردا اسلام عزیز در سراسر عالم منتشر گردان. خدایا خداوند او برادرای را که سببگار گذرانیدن چنین مجلس ها می شوند، سببگار آن می گردند که الحمدلله واعظان و قاریان آمده و در حضور اهل دیار، در حضور مسلمانای دیار نشسته و صحبت از خدا و از پیغمبر و از بزرگان دین مبین اسلام میکنند. او شخصایی که سعی تلاش به این کار انجام میدهند فردا روز قیامت پروردگارا همراه پیامبرانت، همراه صدیقان، همراه شهدا، همراه صالحین و همراه محبانشان حشر گردان. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین برحمتك یا ارحم الراحمین. الحال بلنگویا که در دستی حضرت استاد داملا سید بیگ میدهیم و انشاءالله ای فیض صحبتش بهره‌ور میشویم. خواهش میکنم برادرها آرام بشید. ببینید خدای تعالی برای ما چه امکاناتی را فراهم آورده است.
هوا گرم نیست، آفتاب نیست، بون یکنه که آفتاب هم پوشیده است که در تای آفتاب آب و عرق در گم نشین. از همین خاطر خواهش میکنم هر روز این خیلی شرایط امکانات برای ما میسر نمیگرده. ان شاء الله اینجا دامله ها ششتگیان با نوبت کم کم صحبت میکنن، از صحبت چو فیض میبریم. همین تمام عمر ما با بیهوده گویی و بیهوده گفتاری و بیهوده رفتاری میگذره. همین یک روز به خاطر خدا، به خاطر شنیدن کلام حق اگر صرف کنیم ان شاء الله هیچ گپ نمیشود. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. حضرت عثمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضار این محفل، همدیاران عزیز و گرامی، خداوند همه و شما را هدایت به سوی راه راست کند. اکنون برادران گرامی و عزیز، دیگر جای سخن نمانده است. راستش بسیار برادر دامالله سخنهای بهترینی گفتن که دیگر جای خالی نیست، چونکه در خیالم که دیگه از این زیاد گفته هم نمی شود. لیکن برای خاطری که امر مقدم بر آداب است، برادر گفتن یک حصه یک مقدار از حدیث که به مناسب این سخنهای داملا و سمع شما برسانیم که همه ما و شما شاید که یک روحی یا قوی غیبی بگیریم که برای همه ما و شما نفع باشد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقول: من عاد لي وليا فآذنته بالحرب. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه یکی از اشخاص صحابه بهترین بزرگترین جناب رسول الله بودند. بسیار در صحبت رسول الله حضرت ابو هریره بود. این زاد میگن که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن که حق سبحانه و تعالی میفرماید که این حدیث قدسی هست. فرق بین حدیث قدسی آیه های کریمه همین است که آیت های قرآنی با واسطه حضرت جبریل و جناب رسول الله آمدند، اما حدیث قدسی به واسطه از جانب خدا و جناب رسول الله آمدند که جناب رسول الله گفتند که حق سبحانه و تعالی می فرماید که من عاد لی ولیا فآذنته بالحرب. کسی که ولی مرا اگر با او دشمنی ورزد، من او را خبر میکنم به جنگ. یعنی هر مسلمانی که او باور یقین به دین به اسلام به خدا دارد، خداوند پشتیبان او هست، هیچ وقت او خسته دل نشود. گرچنده که در عالم شنیدیم و شنیده ایستادیم، گذشت، هنوز هست و بازم می شود. این یک ابتلایی هست که خداوند بندگان خود را بعضی وقتی خسته میشن، مسلمان ها یک حالتی که نمی فرش می شود، این ابتلا برای بندگانش است، همچنان که ابتلا و آزمایش برای پیغمبر صحابه شده بود. چون که همه وقت خداوند در پشت و پناه بنده هاش است. ببینید که مسلمان چه مقدار قدر دارد. با یک کلمه که لا اله الا الله محمد رسول الله میگه که او را خداوند نگه میداره که به دشمنی خداوند خود حرب میکند، خود میجنگد.
لیکن از این ما ولی بفهمیم که ولی کی هستک. الولی هو قریب من الله بامتثال الأوامر و اجتناب نواهی. ولی کسی است که قریب به خدا هستد. قریب به خدا به چی می شود؟ امتثال الاوامر، به جای آوردن چیزهایی که خداوند فرموده است با واسطه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. چون که هر چیزی که رسول خدا گفتن او را از نزد خود نگفتن که این هو الا وحی یوحی. این چیزی که خداوند میگوید به جناب رسول الله اون یک وحی است که از جانب خدا به جناب رسول الله میرسد. و دیگر همین که اجتناب نواهی، مسلمان اصلش همین است که امتثال اوامر داشته باشد، چیزهایی که شرع شریف فرموده است بکند و چیزهایی که نه کرده است او را باید که از او یک طرف بایستد. پس این یک شرافیت و شرف برای هر مرد مسلمان است، خصوصا نوجوانانی که در این دیار ما امروز الحمدلله همچنان که دامنا گفتن همه رو به مساجد دارند، همه رو به مدرسه دارند، همه رو به شنیدن موعظه و گفته‌هایی که خدا و رسول با واسطه امروز واعظان مثل چنین دامنه‌ها به ما میرسد رو به این آوردن. این علامت همین است که مردم ما بسیار مردم نیکبختی برسند. شاید این مردمی باشند که در دیگر جاها نباشند. در واقع مردم ما که به سفر به خارج ها میرن، تحسین و مبارکبادی به این مردم ها میکنن. خصوصا امروز یک شما شنیده که در سمپاز می بود که وزیر اوقاف افغانستان گفت که دیگر جهانیان از رهبری این دولت پند بگیرن. این نیکبختی ما و شما هست که رهبری دولتی که از چنین حکومتی بود، در کدام تربیت بود، خداوند او را هدایت کرده به سوی و خدمت کردن مردم، او را هدایت کردن به ایمان اسلام، او را هدایت کرد به دفاع از این مذهب. این آثاری هست که مردم این دیار همه مسلمان هستند. چون که حدیث در این باره هست که کما تکونوا یولا علیکم، ای مردم شما چخیلی که باشید بالای شما چین سردار می شود. از این معلوم است که امروز مدت چند سال میسته که مردم ما کلان به سوی اسلام توجه دارد که خداوند سردار این مملکت را هم به سوی اسلام گردون، به سوی دفاع از دین اسلام گردون. این از شرف ما و شما مردم این سرزمین. دیگر که جناب رسول گفتن که خداوند میگه که ما تقرب الله عبدی احب مما افترضت علیه. بنده که به سوی خداوند به عملهای صالح و کارهای خوب نزدیک می شود، این چیزی که فرضی که بالای هست به این قریب می شود، به خداوند به دیگر چیزا اینقدر قریب نمی شود. برای همین است برادران گرامی و عزیز که در هر جا و منزلی که باشید اون چیزی که فرض بگردن ما و شما هست، نماز است، روزه هست، خواه در بین مردم باشیم، خواه در غیر بین مردم باشیم، باید این کارها رو بکنیم که هر شخصی که در حالتی که غایب از مردم است این عملات فرضی را انجام میدهد او جنتی هستند. ان الذين يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة و اجر کبیر. سوره مکر که هر بیگه هر شب در نمازهای جماعت این قرائت می شود که در همین سوره خداوند میگه که کسانی که در حالت غایب از مردم هستند، در بین مردم نیستند، یا که مثلا در کوه گوسفند بو نمیکند، یا شافیر هست یا تنها در یک جای هست که وقت عبادت او می شود نماز را می خواند، او انسانی هست که او مشرف شده است با آمرزش گناه و خداوند او را داخل جنت می کند. برای همین ما و شما باید که این نعمت را از دست ندهیم
در جایی که باشیم پرستش خدا بکنیم، چون که ما و شما می‌بینیم که در دنیا هم که باشد پادشاه هستند، حکومت هست، حکومتداری هستند، اما حکومتداری دنیا همین است که از کارگار ما و شما واقف می شود که او ما را ببینند. در بعضی مواضع هست که او نه حکومت می‌بیندش نه حکومتدارا، او چی کاری بکند انصاف او، اما ما و شما اصلا در تحت یک حکومت ما بسر میبریم، حیات میبریم که او حاکمی و پادشاه و خالق و با همه کار ما و شما آگاه هستند. در جایی که باشیم نباشیم عبادت خدا را بکنیم، خداوند ما و شما را میبیند و میداند، با او مکافات میدهد. نه حکومت دنیا داری باشه، اگر بینن ما و شما را مکافات میتین، خواه بد باش خواه نیک، حکومت الهی یک حکومتی است که یک سیاستی است که سیاست الهی، حکومت الهی یک سیاستی است که